مملکت هستی، داد از اسلام میزنی، پیدا کنی. اگر شما به دوربین پیدا کردید یک حلقه های ناقص، یک روز است یک روز نیست، اونم به احساس و درد بعضی علما در یک جای جور میشه، اما شما ملاهای بدبخت که سالای مردم محکوم نگاه کرده، در تاریکی نگاه کرده، کل حقوق مردم نعوذ بالله برای خود سرسایه است تو، پست قربانی است تو، اسقاط پیشیس است تو، کلش حرام. این کثیر من الجسد احبار و رهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، با طریق باطل. تو را به الله قسم میآید سری تو صادق نمیشه. سرسایه حقی توست، زکات حقی توست، پست قربانی حقی توست. این اسقاط از کجا به خود پیدا کردی؟ این از کجا کشیدی؟ ختم از کجا کشیدی؟ پیسش از کجا کشیدی؟ نکو ملت تباه کرده، ملت بیدین ساخته، ملت در شرک غرق کرده، ملت گمراه کرده، بازم در گمراهی کشانده رایسته. نکنی و علما پیش الله متعال رفته نیسته. بان که تو از گرسنگی بموری، یک تاریخ نوشته شود که فلان عالم مردم به خاطر حق گوییش از مسجد کشیدن، توانمندی کار و روزگار دیگر را نداشت، اولادش کلش از گرسنگی وفات کرد. که ما دمو قبر لوحه بزنیم که قبری مردمایی که از گرسنگی وفات کردن. افتخار است همینطور قبر، همینطور قبر افتخار است. لیکن نعوذ بالله جلسه جرگه کلش به خاطر منع دین الله، منع توحید الله، منع سنت رسول الله. شما یک جرگه را به خاطر اصلاح مردم برای ما پیدا کنی شما یک جرگه را که وا مسائل توی درست کرده باشه مطابق شریعت، مسائل مرده‌داری درست کرده باشه به طریق شریعت، مسائل زندگی خود درست کرده باشه به طریق شریعت. حتی دیگه ممالک بگذار یک حج از حج امیرم به رشوت ها کشانده، آلی ده حج که بیری رشوت بده، یا ایسته که 2 سال پیسید ده بانکای سودی بعد بگرده باز بعد از ده حج بروی، راه باقی نمانده. و پارلمان شما و وزارت های عدلیه و اوقافی گپا میزنه، آخری کدام قانون است؟ کدام قانون اسلام است؟ اول یا فتوا برای من بده که بانکا سودی نیست، کاری سود دو نمیشه. تو چرا 2 سال پیش پیسه مرا میگیری؟ برای چی میگیری؟ حکومت برش جایز است پیسه گرفتن از یک حاجی 2 سال پیش؟ 2 سال یک آدم $2000 $1000 در کار پرتا چه کمان نافی به دست میاره؟ تو به کدام عنوان میگیری؟ همی گرفتن کدام امر شرعی است؟ امیر جوازش برای ما بگو باز که تو میدی در بانکای سودی این ملت هم در حج برم سودخور باش. چی دعایش چرا قبول شود؟ 1000 دفعه در کعبه بره و دعایش قبول نمیشه. پیسش در سود است. این پارلمان هاست امروز برای ما عنوان نوشته میکنه اسلام اسلام. لعنت الله سرت نمیشم، یالی در پارلمان بودی چی به اسلام خدمت کردی؟ آزمودن خطاست. ما ایران به این ملت ماندیم، این ملت کور بیچاره که دویده آخر کدام دی تعهد کنیم همین ملت یک دانه یک ورق در صندوق نمیندازیم با جز از اسلام. بیای مردم برای ما زما بزنه که کلی کارم اسلام، یک کارم خلاف بود رایتان پس بگیری. تعهد کنیم نه؟ ما ملت تعهد کنیم که نمی بطور کسی را تعیین نمی کنیم. کسی آماده است؟ نه، بچه کاکا بچه ماما در تنظیم در سمت در زبانم است. این باید کامیاب شود. یکی کامیاب شود باز ما در وزارت میرسم، یکی کامیاب شود باز ما تجارتم آزاد میشه، یکی کامیاب شود بیا درکم و بیر برادری خواهر مسلمانم میرسی، شکی دیو نیسته. بچه کاکایت کامیاب میشه تو وزیر میشی، تجارتایت این تا امریکا و کانادا را میرسه، اما روزی فرا میرسه که نمیتور کلگی بلوق برات سعی میکنه خود تو روان هستی در پیش الله میدی حساب کتاب میدی. نکو این زندگی را که الله برات داده ای را مزین کو، ای را قیمتی بساز در تطبیق دین الله، در پیروی احکام الله. خو الله ما را این زندگی را نصیب بسازه سخت است. امروز زندگی کردنم در خط مستقیم فقط آتش قوق که مردم میگه
در دست گرفتن است، یقینا همونطور است. خیر، الله ما را خطا نکنه. منظور می بود که لوط علیه السلام زمینه را برابر میکرد به این خاطر که جنایت بزرگ نشوه، جلوگیری شوه، به خاطر که مردم اونو کار انجام میده، بعد به نکاح دخترها برش داده شوه که مانع و جلوگیری از این کار شوه. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. قسم به زندگانی تو. اعزاز خاص برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینطوری قسم برای الله جایز است، برای ما جایز نیست. ما مامور هستیم که قسم میخوریم به صفات الله، به الله قسم بخوریم، به کسی دیگری قسم نمیخوریم. اگر به چیز دیگری قسم خوردی مشرک هستی. من احلف بغیر الله فقد اشرک. من حلف بغیر الله فقد اشرک. کسی که قسم به غیر الله میخوره او شرک کرده. چرا؟ به خاطر که انسان به معززترین چیز قسم میخوره، معلوم میشه که از الله کرده. دیگه چیزا برای قسم است. قسم به اولاد، قسم به نان، قسم به تسبیح، قسم به سخی، قسم به صحابه، قسم به نام پیغمبر، کلش نادرست است، شریعت جایز نیست. ای الله خودش. چرا؟ به عمر و عمر یک چیز است و وقتی که لام قسم داخل میشه زمین عین به فتحه بدل میشه، وگرنه مراد از عمر اینجا عمر است. به عمر تو قسم. الله متعال در عمر پیامبر علیه السلام بسیار مقبول است، بسیار حیثیت و مقام بزرگ پیش الله متعال داره. چرا عمر پیغمبر حیثیت بزرگ داره؟ عمر پیغمبر در راه روشنی ملت و بندگان الله تیر شده. کل عمر پیغمبر امو تاریکی ها که در اون زمان بود، پیغمبر به محنت و کوشش خود ملت روشنی توحید برشان رساند. ملت روشن شد، ملت فهمید ما بندگان کیستیم، نیاز به کی داریم، حاجت به کی داریم، از کی بترسیم، از کی توقع کامیابی داشته باشیم. این نکات پیغمبر در عمر خود چی کرده؟ تعلیم داده. 23 سال عمر پیغمبر علیه السلام از نبوتش است. 23 سال کاری را کرده که کسی به هزارها سال نمیتونه. هزارها سال بزنه. این دستاوردهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگی خیلی کوتاه مدت خود داره، بس به هزارها سال کسی بزنه نمیتونه به دست آورده. عمر پیامبر علیه السلام قابل قدر است. الله سرش قسم یاد میکنه و میگه انهم لفی سکرتهم یعمهون. یقینا این مردما لفی سکرتهم، دمو گمراهی خود، یعمهون سرگردان هستند، دنبال هوا و هوس گشته، حقیقت خود نشناخته، خالق خود نشناخته، هدف زندگی و آمدنش در دنیا را نشناخته. چقدر پستیست، چقدر حماقت است که انسان بندی خواهشات نفس باشه. بازور هم از راهی که طبیعت انسان نفرت داره از او را ببینه. این مردم ها یقینا الله متعال میگه یا دمو بیوشی خود، دمو مستی و گمراهی خود یعمهون سرگردان است. نمیدانه که برای الله خلقت عظیم پیدا کردی برای چیسته. از او خاطر الله پشتی سر میفرماید فاخذتهم الصیحة مشرقین، گرفتیار آوازی هیبتناک مشرقین در وقتی که در وقتی طلوع آفتاب، قریب در طلوع آفتاب داخل بود، آوازی هیبتناک شد. فجعلنا علیها سافلها، ما گردانیدیم زبر از دور، سافلها زیر از دور زبر پاستر کردیم، یعنی خانه های از یار سر نگون بالا برد و پس زد. و امطرنا علیهم حجارة من سجیل، باران باریدیم بالای از یا سنگایی که من سجیل، از گل محکم شده که آتش شدیده بود، از اونمو سرشان باران باریده. 3 عذاب الله پی در پی در یک حالت آورد. به خاطر که جرم عظیم بود، خودی جرم عظیم بود، بازی را افتخار سرش میکرد، بازی را در ملای عام انجام میداد. این جرما خیلی سخت بود. امروز الله رحم بکنه، افتخار سرش میشه. شما باور به الله بکنه، جوانا چی میگه؟ افتخار میکنه. خبر داری امروز در کجا رفته بودم؟ در کنسرت فلانی. نمیگن افتخار سری ترجمه قرآن نداره که من در ترجمه قرآن رفته بودم. افتخار سری مجلسای فحش، مجلسای عیاشی، سری ازی افتخار داره. و به ملای عام افسوس است. الله رحم بکنه، الله رحم بکنه. آروس جور کو، برو در آرایشگاه عکسای شتید کو، در اخبارم بدید، در تلویزیون هم نشر کو و پیش مردم هم در موبایل باشه. از این که در لعنت بزرگ است.
اینمی مردم همی که داد از اسلام میزنه، تلق 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 تسبیح انداخته میره، دختری خود از قیش گرفته دانشگاه داخل میکنه، باز کالای رسوا کننده دیگر هم در جانش میکنه، او را باز گرد میگردانه در شار. اینمی آدمی که در صف استاد میشه، الله اکبر میگه. ملا صاحب در جنازش گرد دور میخوره که خوب آدم بود، بسیار خوب آدم. خوب آدم چی بود که پیسی سود به این میداد؟ نه گفت که جنازه از زیر نمیخوانم. چرا نمیخوانم؟ داد از اسلام میزد، لیکن دختری خود دانشگاه برده بود، دختری خود در خارجا روان کرده بود که کار کنه. یه آدم اما قطعا نمیخوانم جنازه شه، اینطوری گپ نیست. اینی حالات است. عذاب الله سه قسم، آواز هیبتناک یک دم هلاک شدن. کی است که هلاک نشود؟ هیبتناک آواز. دوم الله متعال امر کرد جبریل امینه قریه لوط علیه السلام بالا کرد، پس زد سیالای است همیال فیلنام به نام بحر میت یاد میشه و بعد از او سنگباران سرشان شد. عذاب عظیم بود. قرآن برای ما یاد میده که کسی که مرتکب این اعمال میشه به اینمی سیستم باید عذاب داده شد. این فی ذالک در افغانستان رسوا تا آلی را در تلویزیونای گپا کشانده نشده بود، امسال در تلویزیون هم چی شد؟ بگه کشانده شد، نشان دادن کلیپا را. بچه خدا دختر جور کرده، رقص میکنه در بین دنبوره چالان است، خصوصا در سمت شمال خیلی زیاد این گپا تا بالا شد. خیر عذاب الله در کمین ما نیست؟ ما از عذاب الله ترس نداشته باشیم؟ او مولوی صاحب در مورد ازی تقریر کو، در مورد ازی یکی از دوستان مرا خصوصی گفته که یک جمعه سری لواتت گپ بزن مولوی صاحب که گپ خراب است. ما موضوع دیگر را شروع کرده بودم و تا حالی تکمیل نشده که سری ازی موضوع گپ بزنم. گپ در کجا رسیده؟ ما در مسجد هستیم خبر نداریم چی گپا در دنیا صورت میگیره. الله رحم بکنه نشوه که عذاب الله ما را فرا بگیره، چرا که ما مانع نیستیم، ما دعوت ندادیم. این فی ذالک لآیات، یقینا در این داستانی که تیر شد لآیات دلایل عبرت است، نصیحت است، وعظ است، للمؤمنین للمتوسمین، برای کسانی که وا عبرت گیرندگاست. متوسم کسی را که دقیق مطالعه میکنه، هر چیزا به نظر حقیقت میبینه، تحقیق میکنه، او میفهمه که این عمل چی سرنوشت داره، این عمل چی عاقبت داره، چی انجام داره، خوب فکر میکنه. عبرت برای اون مردم هست، برای هر کس نیست، برای هوسخواها نیست. عبرت برای کسانی است که آینده را میسنجه. اگر این پدیده این شوم در این وطن همینطور رواج باشه، اولاد ما به کدام سرنوشت میرسه؟ آیا ما بس توقع دارم که اولادی که دعا برم بکنه که الله پدر و مادر ما ببخشه، یا نه که اولادی که نعوذ بالله راه گمراهی و فحاشی را در پیش گرفته باشه؟ کدامش می باشه؟ متوسمین امور میگه کسی که دقیق باریک از هوشیاری کار میگیره، هر چیز مطالعه دقیق میکنه، اونو را متوسمین میگه. و انها لبسبیل مقیم، یقینا امی قریه های لوط علیه السلام لبسبیل مقیم، در راه بالکل برابر است. امی مردم مکه، اهل مکه وقت سفر به سوی شام داره، سر امی قریه ها تیر میشه، میبینه حالات امو قریه ها را، ویرانه ها را، مخروبه ها را، بحر میت میبینه، سیالایه که یک قوم بود در اینجا آباد بود، خیلی قومی مست، خیلی قومی که نعوذ بالله عیاش بود، اما امروز لای سیا گشته، حتی یک زندجان در او بحر زندگی نمیتونه. این فی ذالک، یقینا در این داستانایی که تیر شد لآیتا عبرت کامل است، دلایل قدرت الله متعال است، دلایل بالای عزیز که هر حکم الله قابل قدر و قیمت است، ارزش است، مصلحت بزرگ در دنبال خود داره. ولی برای کی؟ للمؤمنین، برای کسایی که از ایمان در قلبشان داخل شده میدانه، الله را شناخته، معرفت با الله داره، او مردم میدانه. و این کان اصحاب الایکه لظالمین، یقینا بود، این مخفف از مثقل است، یقینا بود اصحاب الایکه صاحبانی جنگل، ایکه درختای خیلی چیره مزدحمه که خیلی زیاد انبو باشه، او را ایکه میگه. لظالمین، یقینا هم ظالم بودن، از حد تجاوز کردن، حدودی که براشان مقرر شده بود او را در نظر نگرفتن. قوم شعیب علیه السلام است. شعیب علیه السلام به دو قوم آمده، یکی مدین است که برادرای نسبیش است، از او خاطر اونجا اخاهم گفته،
برادرشان شعیب علیه السلام به قوم دعوت داده. اینجا قومی دیگه است. از او خاطر تعبیر به اصحاب الایکه کرده. فانتقمنا منهم، الله میگه ما انتقام گرفتیم از یا. چرا؟ به خاطر که نپذیرفتن دعوت شعیب علیه السلام. و انهما یقینا اردو قومی هلاک شده که لوط علیه السلام و قوم اصحاب الایکه است. لبی امام مبین، در راه خیلی آشکاراست. امام در دو جای اینجا چیست؟ معنای سبیل و راه را میده. مبین آشکارا، تمامی مخروبه هایش به نظر میخوره. از او خاطر هر انسان باید عبرت بگیره. از همون خاطر است پیغمبر علیه السلام در جنگ تبوک وقتی که رسید در این منطقه صحابه را گفتن حرکت بده، حالا مرکبا را زود زود ای کنه که اینجا قومی است که الله اینجا عذاب الله آمده، از این منطقه زود زود سفر بکنه. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین، یقینا نسبت دروغ کرده بود صاحبای حجر. مراد از حجر نام امو قریه سمود است. سمودیا که برش میگیم یک وادی است، یک منطقه در بین شام و حجاز قرار داره، او را حجر میگه. المرسلین، نسبت دروغ کرده بود به مرسلین، یعنی کسانی که از جانب الله برشان آمده بود. یک پیغمبر بود، زیاد پیغمبرها خو نبود. تکذیب یک پیغمبر تکذیب کل انبیاء علیهم السلام است، چرا که کل انبیاء علیهم السلام یک برنامه دعوتی داره، دعوت به سوی توحید الله، تابعداری از نقش و قدم انبیاء علیهم السلام و کلشان از جانب یک الله آمده. تکذیب یک پیغمبر تکذیب کل انبیاء است. و آتیناهم آیاتنا، داده بودیم برشان معجزات خدا، دلایل توحید و دعوت حق خدا. فکانوا عنها معرضین، این مردمان قدر نعوذ بالله لجوج زدی و عنادی بود که حتی نمیشنیدنم. فکانوا بودن عنها، از اینمی آیات ها معرضون، اعراض کننده، حتی آماده نبودن که بشنوه تعامل دیش بکنن. نه، تعامل خود دور است، شنیدم نمیتونستن. و کانو بودن از زور و قوتی که الله برشان داده بود. ینحتون من الجبال، تراش میکردن از کوها، بیوتن خانه ها، آمینین به امن. طوفان، باد، یخ، گرمی، از همه چیز، نه گرمی سرش تاثیر نه یخ سرش تاثیر، زلزله ها، طوفان ها، از کل چیز الله اینطور امکانات برش داده بود. تقاضا میکرد که یا دعوت دین میپذیرفتن، شکر نعمت الله را میکردن، اما امکاناتی که الله برش داده بود این مایه سرکشی و طغیانشان شد. فاخذتهم الصیحه، گرفت یار آواز. فکر میکردن اگر سر ما سیل بیا، طوفان بیا، اینه در مغاره ها رفتیم، داخل کوههای قویستیم. سموچا زده بودن در بامیان که بره پالوی بوتی بامیان در لرای بزرگ همونطور سموچا را زده. لیکن خبر نداره که عذاب الله تو عذاب است که داخل سموچان باشی، عذاب الله برات میرسه بدون باد، بدون سیل، بدون طوفان، یک آواز هیبتناک. فاخذتهم الصیحه، گرفت یارا آواز هیبتناک. مصبحین، در وقت صبح. فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون، دفع نکرد از یا آن چیزی که یا کسب میکردن. کدام خانه هایی که تراشیده بودن که ما نجات پیدا میکنیم. ما در وقت جنگا در کوها میرفتیم، غارا را طلب میکردیم که از بمباری نجات پیدا بکنیم، یا ما بطور خود کرده بود. لیکن روزی که فرمان الله میرسه هیچ چیز کارگر نمیشه، هیچ چیز دمیرو را نمیگیره. مال، اولاد، کشوفش، هیاهوی، این زرق برق دنیای امکانات، هیچ چیزیم دفع نتونست. دفع میتونه؟ نمیتونه. بادیگارد است، موتراست، حالا که فلانی خان تا فلان جای میره، در کوچه ها بسته شوه، موترا جای با جای استاد شد. فرمان الله که رسید هیچ میرسه. فرمانای الله اینطور میرسه، هیچ کس مانع شده نمیتونه. فوج قطت باشه، دولت قطت باشه، نه، فرمان الله میرسه. فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون، دفع نکرد از آن چیزی که یا کسب کرده بودن. کل ما کسبش، هیچ چیز، نه اولادش، نه مالش، نه داراییش، نه منصبش، هیچ چیز. و ما خلقنا السماوات والارض، پیدا نکردیم آسمان ها و زمین و ما بینهما، آن چیزی که در بین آسمان ها و زمین است، الا بالحق، مگر به تدبیر درست. همه چیز به تدبیر درست و منظم پیدا شده. پس یک انسان باید به این سعی کنه. اگر هدف زندگی خود خوردن نوشیدن همین قدر، باز خود بیهوده است. این قدر نظام برجسته الله صرف به خاطر چند روز ما شکم پر کنیم، همین هدف است آخری. این در بدری است. یک. دوم، و ما خلقنا السماوات، پیدا نکردیم آسمان ها را، والارض، زمین، و ما بینهما، آن چیزی که در بین هر دو قرار داره، الا بالحق، مگر به خاطر واضح شدن حق، که الله واضح شود، معرفت الله حاصل شود برای مردم.
مسئولیت زندگی خود درک بکنه، هدف زندگی را، و بدانن که ما برای نمی محض چار زندگی که ما خورد و نوش میکنیم به این خاطر نامدیم. چرا؟ این قدر صنع عظیم الله متعال، آسمان ها، زمین، این نظام، این انسجام، کلش به خاطر همین قدر زندگی. این زندگی بی مفهوم، بخو بنوش خو خلاص همین قدر. نه، این برای خود یک مسئولیت عظیمی داره. انسان در اینجا آمده دنیا را تعمیر میکنه، یک هدف بزرگی داره. بله، این موضوع توحید. دوم، و این ساعت لآتیه، انقلاب عظیم که در وجود انسان پیدا میشه. اول به معرفت الله متعال پیدا میشه که همه عمل درست شده میروه مکمل. چرا؟ ریشه و اساس تمام خوبی ها عقیده درست است. عقیده درست با چی میشه؟ تأمل و تفکر در کائنات الله، که معرفتت با الله بیشتر میشه، الله را میشناسی، بعد از اون مسئولیت خود میشناسی. دوم، تغییر و سرنوشت تو را که تعیین میکنه که تو باید کدام کار انجام میدی. عقیده داشتن و بازخواست. از ما سوال میشه، همونطور خونه آمدیم یک قدر امکانات و نعمتهای الله را استفاده کردم، باز برای خوردن نوشیدن. و ان ساعت لآتیه، یقینا قیامت آمدنی است. فاصفح الصفح الجمیل. پیغمبر علیه السلام الله میفرما این قوما نه توحید میشناسه، نه عقیده و باور به آخرت داره، سرسخت مردمی بدبخت است. چی کنه پیغمبر علیه السلام؟ پیغمبر علیه السلام مشتمل به این صفات بود، الله ای را داده بود. خب ما تو از پیشش درس میگیریم. فاصفح الصفح الجمیل، رو بگردان از این طور مردما به صفح جمیل. صفح جمیلی را میگه ملامت نکو، کسی را شکایت نکو، رو گردانی کو از پیششان، رو بگردان. است کاری تو دعوت است، دو دشنام، حماقتی از جا، ستیزی از جا، ضدی از جا، لجاجتی از جا، باعث ازی نشوه که دستی بددعا را برشان بالا بکنی. نه، بگرد، کاری تو دعوت است، هدر نرفته، بیان کرده ای، خلاص بگذار. این ربک هو الخلاق العلیم، یقینا پروردگار تو پیدا کننده است. العلیم، میدانه مصلحت ها را، قابلیت ها را. کی قابلیت پذیرفتنی دعوت داره، کی نداره، به الله معلوم است. کی است که همین امکاناتی که الله برش داده او را در راه درست استفاده بکنه و کی نمیکنه. کی است که قوت های خود منسجم بکنه، محدود بسازه، در زیر کنترل خود بیاره، آن چیزی که شریعت برش فرمان داده استفاده کنه و آن چیزی که منع کرده منع کنه. به الله معلوم است. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، دعوتگرا همیشه دستی خالی می باشه. کش و فش و هیاهی و سر و صدای مردمای بیدین خیلی زیاد می باشه. امروز ببینید جهان در دست اخبار، وسایل اعلام، همه امکانات در دست کفار است. انسان یک نمه برش چی پیدا میشه؟ وی البته دین ما ناحق است. چی؟ نعوذ بالله. الله و پیغمبر خود چی میکنه؟ تسلی میده. خلی که تسلی برای ماست. کدام است؟ ولقد آتیناک سبعا من المثانی، یقینا دادم تو پیغمبر علیه السلام نعمت بارزش و بزرگی که ادنا و نعمت دنیا با این مقایسه شده قطعا نمیتونه. این نعمت بری تو دادم.